مامان میدونی من یه چند وقتیه دارم به عوض کردن وسایل خونه فکر میکنم. خود خونه، حتی ماشین خودم، ماشین سرونیجا فکر میکنم. فروش این ماشینا، انتخاب خرید وسایل جدید، بونگا رفتن، اساس کشی، کمیسیون بونگا، فروش این ماشینا، کارشناسی بردن این ماشینا جدید، خریدشون، به نام زدنشون. ماما من خیلی مستعصلم، در حالت استیصال قرار دارم. ماما یه کاری بکن از این مستعصلی و استیصالم کم شه دوباره. عزیزم چرا مستعصلی؟ چرا در حالت استیصالی؟ تغییر خوبه، همیشه تغییر خوب بوده. یه تنوع عزیزم. تو وقتی خونت و ماشین تو و وسایل خونت رو عوض میکنی، این یه تغییر خیلی خوبیه. اصلا استیصال نداشته باش، اصلا مستعصل نباش. کارو دست میکنه چشم میترسه. بابات خیلی خدنگ مدنگ داره، تمام این کارا رو بنداز گردن اون. خودت با زن و بچه ها برین ال. وقتی برگشتی، وقتی کارا تموم شد، راحت بیا دیگه. ماشین دو درم نخری، اون ماشین دو دره تو بنداز کنار. اون ماشین دو دره ها برای دور کردن و تفریحه. یه ماشین SUV بگیر که بتونی وقتی میری سفر بدون مستعصلی، بدون استیصال، زن تو، بچه ها تو، بیبی سیترت قشنگ جا داشته باشن، سوار بشن، راحت سفر کنن، که تو این سفر استیصال نداشته باشی. در ضمن اگه تو مستعصل باشی، خدنگ مدنگ بابات هم استیصال پیدا میکنن. اگه تو مستعصل باشی، زن و بچه‌ت هم استیصال پیدا میکنن. اگه تو مستعصل باشی، این استیصالت به من و پدرت هم وارد میشه. ما هم قلبمون به درد میاد، ما مستعصل میشیم، ما هم دلشوره میگیریم. نداشته باش پسرم، خیلی خوبه این تنوع، خیلی خوبه این تغییر، خیلی خوبه. مستعصل نشو، استیصال نداشته باش، حتما این کارو بکن. وای مامان ممنونم. پس بگیم که بابا جون شماره چند تا از این خدمگوشو برای من بفرسته تا بدم کارامو انجام بدم. ممنونم که باز منو از این استیصال بودن در آوردید. الان کمتر حالت استیصال میکنم مامان جون. خواهش میکنم پسر قوی من، مستعصل نباش عزیزم. من افتخار میکنم که تو پسر منی، مرد قوی هستی. استیصال نداشته باش، مستعصل نشو، برو دنبال تغییر. تغییر خیلی خوبه. این تغییر وقتی انجام بشه تو هم از استیصال در میای. ای بابا ننه، سنم داره میره بالا، نه خونه دارم نه ماشین. خیلی مستعصلم، استیصال داره منو اذیت میکنه. ننه خیلی داره اذیتم میکنه. من میترسم استیصال مستعصلم. خاک تو سر بی ارزه پپت کنن. تو چیت از کامل پسر زری خانم کمتره؟ هی میری تو قهوه خونه میشینی، حلقه دود میدی بیرون. الان خودت باید تولید کننده باشی. بهت گفتم بیا برو بغل دست کمیل وایسا، یه چیزی ازش یاد بگی. اگه ور دست کمیل وایساده بودی، 2 فرمول ازش در می آوردی، برای خودت آشپزخونه میزدی. به جای اینکه مصرف کننده باشی، الان تولید کننده بودی، فروشنده بودی. تو لیاقت نداری از اون پدر این پسر. خاک تو سرت، نوبره والا. اگر با کمیل کار میکردی الان یه بنزی، BMW، پورشی، یه گذری داشتی زیر پات، نه اینکه الان کلیک و KTM داری. چی بهت بگم بی ارزه. اگر آشپزخونه زده بودی الان وضعت خوب بود. منم از مچ دست تا آرنج الان علنگوی طلا دستم بود، از این سفره ابوالفضل به اون سفره ابوالفضل. ولی خاری رو تو میطلبی، تو دوست داری خار باشی. رو آوردی به خورده فروشی کراک، به جای اینکه آشپزخونه داشته باشی و تولید شیشه بکنی. الان هم انقدر مستعصلم نکن. فکر میکنم رنگین کمونی شدی، با خواهر شدی. بلند شو برو تو اتاقت تا آقات نیومده با سگکی کمربند له و لوردت کنه، پرتت کنه وسط اتاق، خونین مالینت کنه. گم شو، بلند شو برو. همش مستعصلم. باشه گروه تو گم کن تنلش. ای بابا دهن ما رو سرویس کردی. نه انقدر گفتی. باشه گفتم باشه. ببین زری خانم بگو شماره کمیله بگیره ببینم چی میشه. هر چی دوست داشته باشی برات میخرم. نه علنگو چی دوست داری، هر مدل جفت دستاتو علنگو میکنم. نه
آره. اول خودتو از استیصال در بیار، نمیخواد برای من علنگو بخری. اگه خواستی جبران کنی برای من یه ونکیلیک بخر، برای آقاتم شیره و تریاک. پاشو گم شو.